15 مارس سال 2022 سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلندی شمالی رخشانه امامعلی اعتمادنامه خود را به ملکه بریتانیا الیزابت دو سپرید. این مراسم به دلیل در پایان ماه فوریه به کرونا ویروس سیراب شدن ملکه 96 ساله بریتانیا به صورت آنلاینی دایر شده است. در عکس نشر شده وزارت خارجه تاجیکستان دیده می شود که رخشانه امامعلی کرته چکن تاجیکی در تن خود را به ملکه الیزابت دوم معرفی می کند. در عکس همچنین شوهر رخشانه امامعلی شمس‌الله صاحبوف نیز دیده می شود که در این مراسم در کنار همسرش حضور دارد. وزارت خارجه تاجیکستان در اطلاعیه رسمیش گفت سفیر تاجیکستان تمنیات نیک پرزیدنت امامعلی رحمان را به اعلیحضرت الیزابت دو به مناسبت 30مین سالگرد استقرار روابط دیپلماتی بین دو کشور دوست و 70مین سالگرد به تخت نشستن ملکه رسانید. اثنای واخوری جانب‌ها همچنین راجع به مسائل همکاری دوجانبه تاجیکستان و بریتانیا کبیر و دورنمای رشد آن تبادل افکار نمودند. قصر ویندزر قرارگاه ملکه نیز خبر داد که روز 15 مارس با یک تعداد از سفیران خارجی به طور آنلاین ملاقات کرده است. رخشانه امامعلی دختر چهارم از 7 دختر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همسر مالک شرکت بزرگ فراز و دهها شرکت و کارخانه به آن مربوط شمس‌الله صاحبوف می باشد. امامعلی رحمان روز 15 دکامبر رخشانه امامعلی را سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی تعیین کرد. رخشانه امامعلی در این مقام مسعود خلیفه زاده را که با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه آزاد کرده شد عوض کرد.